سلام همراهان عزیز کانال سخن بزرگان. امروز اومدیم با جملات ارزشمند آرتور شوپنهاور. با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است. من دنیایی پر از شیر و عسل را دوست نمی دارم. من دنیایی کوچک و گرمی را دوست دارم که خودم با دست خود آن را ساخته باشم. انسان کامل کسی است که زندگی خود را به دست خود بسازد. کسی که روح شادی دارد همیشه وسیله خوبی برای شادمانی و خنده پیدا می کند. اسرار شخص حال زندانیان را دارد که چون رها شوند تسلط بر آنها غیر ممکن است. وظیفه هنر تجلی ایده هاست. هر شبی که فرا می رسد معنایش این است که روزی را از دست دادیم. هرگز هیچ انسانی خوشنودی و خوشحالی مطلق را لمس نکرده است. اگر لمس کرده بود آن شادی دیوانه‌اش می‌کرد. چه سبکسرانه است برای انسان که بر فرصت‌های گذشته افسوس بخورد و دل بسوزاند. اولین وظیفه هر کس گرفتن حق خود از زندگی است. تنها لحظه حال حقیقت محض است و هر چیز دیگر صرفاً خیال پردازی و بازیگوشی اندیشه است. زندگی همانند نگاه داشتن یک نی بر روی انگشت است. ما چنان زندگی می کنیم که گویی همواره در انتظار چیزی بهتر هستیم، حالان که اغلب آرزو می کنیم که ای کاش گذشته باز گردد و بر آن حسرت می‌خوریم. بهترین آثار نویسندگان بزرگ درست زمانی خلق می‌شوند که بی هیچ چشم داشتی و یا در ازای اندک مبلغی به نوشتن می‌پردازند. عشق یعنی به راه انداختن نسل بعد. آنچه جدید است به ندرت خوب است، زیرا آنچه خوب است تنها اندک زمانی جدید می‌ماند. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.